به خبری که همکنون به دستمان رسید توجه فرمایید. ساعتی پیش فرماندهی نیروی انتظامی به کلیه شهروندان پیامکی ارسال کرده که متن آن بدین شرح است: شهروند گرامی، جهت پیشگیری از سرقت اتومبیل خود آن را به قفل پدال، قفل فرمان، دزدگیر، سویچ مخفی و GPS مجهز کنید. وی پس از ارسال این پیامک گفت که داداش ما دیگه کاری از دستمون بر نمیاد. ما یه مقداری تلاش خود را انجام دادیم که دزدها را بگیریم ولی نشد. پس دیگه از این به بعد خودتان مراقب اموال خودتان باشید. وی همچنین در ادامه افزود که ما بیشتر وقتمان را صرف شناسایی خانه تیمی ها و دستگیری پارتی های شبانه و برخورد با بدحجابان سطح شهر و کتک زدن دستفروش ها و کارگران در تظاهرات ها می کنیم و با این همه مشغله دیگر وقتی برای ما نمی ماند که بخواهیم از جان و مال شما شهروندان حفاظت کنیم. فلذا دیگه خود دانید. توجه شما را به ادامه رادیو پیک جلب می نمایم.